به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب در حوزه سلامت شروع می‌کنیم. بدن فراموش نمی‌کند. مغز، ذهن و بدن در بهبود تروما. نویسنده بسل وندر کولک و ترجمه اکبر درویشی هستش. این کتاب رو نشر میرکان در سال 1402 در تهران چاپ کردن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم و کشفش کنیم. کتاب بدن فراموش نمی کند، مغز، ذهن و بدن در بهبود تروما، نوشته بسل وندر کولک و ترجمه اکبر درویشی است و انتشارات میرکان آن را منتشر کرده است. درباره کتاب بدن فراموش نمی کند، ما انسان‌ها جزء گونه‌های فوق‌العاده سرسختیم. از زمان‌های کهن تا کنون، از جنگ‌های پی در پی، بلایای بیشمار طبیعی و مصنوعی و خشونت و خیانت در زندگی جان سالم به در برده‌ایم. اما تجربه‌های منجر به تروما چه در سطحی بزرگ بر روی تاریخ و فرهنگ ما، چه در سطحی شخصی‌تر روی خانواده‌هایمان بی تردید ردی از خود به جای می‌گذارند و رازهای تاریک به شکلی نامحسوس از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. اثر این تجربه‌ها روی ذهن و هیجانات، ظرفیت ما برای شادی و برقراری روابط صمیمی و حتی زیست‌شناسی و دستگاه ایمنی بدن ما نیز به جا می‌ماند. تروما نه تنها بر کسانی که مستقیماً در معرض آن هستند، بلکه بر افراد مجاور نیز تأثیر می‌گذارد. تروما اصولاً تحمل ناپذیر و توان‌فرساست. هرچند همه ما می‌خواهیم از تروما عبور کنیم، بخشی از مغز که مسئول حصول اطمینان از بقای ماست، در جایی بسیار پایین‌تر از مغز منطقی ما مهارت چندانی در انکار کردن ندارد. مدت‌ها بعد از اتمام تجربه تروما، کوچکترین اشاره به خطر به فعالسازی مجدد آن می‌انجامد و مدارهای مغزی آسیب دیده را تحریک و مقادیر چشمگیری هورمون‌های استرس ترشح می‌کند. این امر سبب ایجاد احساسات ناخوشایند و ادراکات فیزیکی شدید و همینطور کنش‌های شتاب زده و پرخاشگرانه می‌شود. پژوهش‌های انجام شده در این رشته‌ها نشان داده است که تروما عامل بروز تغییرات فیزیولوژیکی واقعی است. تغییراتی از قبیل واسنجی مجدد دستگاه هشدار دهنده مغز، افزایش فعالیت هورمون‌های استرس و دستکاری‌های جزئی در سیستمی که مسئولیت جداسازی اطلاعات مرتبط از غیر مرتبط را بر عهده دارد. کتاب بدن فراموش نمی‌کند توضیح می‌دهد که تروما سبب اختلال در منطقه‌ای از مغز می‌شود که حس فیزیکی و مجسم زنده بودن را مخابره می‌کند. چون این تغییراتی روشن می‌کند که چرا افراد مبتلا به تروما به قیمت غفلت از مشغولیت فی‌البداهه به زندگی روزمره خود، هوشیاری بیش از حدی به تهدیدات دارند. این کتاب شرح می‌دهد چرا افراد مبتلا به تروما اغلب دچار گرفتاری‌های تکراری می‌شوند و عبرت گرفتن از تجارب گذشته اینقدر برایشان مشکل است. این کتاب نشان می‌دهد که رفتار آنها حاصل ضعف اخلاقی یا نشانه‌های بی‌ارادگی یا سرشت بد نیست. تغییرات واقعی در مغز مسبب بروز چنین رفتارهایی است. فرصت‌های جدیدی را برای تسکین یا حتی بهبود آسیب‌ها فراهم کرده است. این کتاب شیوه‌ها و تجاربی را آفریده که با بهره‌گیری از قابلیت انعطاف‌پذیری عصبی طبیعی مغز به بازماندگان کمک کند تا
در لحظه کاملا احساس سرزندگی داشته باشند و به زندگیشان ادامه دهند. این کتاب 3 مسیر پیش رویمان قرار می دهد. 1. کل به جز با حرف زدن، ارتباطگیری مجدد با دیگران و فراهم ساختن فرصت شناخت و درک آنچه درونمان در حال وقوع است و در عین حال پردازش خاطرات تروما. 2. مصرف قرص‌هایی که واکنش‌های هشدار دهنده نادرست را از کار می‌اندازند یا بهره‌گیری از فناوری‌هایی که شیوه سازماندهی اطلاعات در مغز را تغییر می‌دهند. و 3. جزء کل با امکان پذیر کردن تجربیاتی در بدن که عمیقاً و اساساً با درماندگی، خشم یا فروپاشی ناشی از تروما در تضادند. تعیین بهترین گزینه از بین گزینه‌های فوق برای هر بازمانده خاصی کاملا تجربی است. بیشتر افرادی که با آنها کار کرده‌ام به تلفیقی از هر 3 گزینه نیاز داشتند. بخش‌ها و فصل‌های کتاب بدن فراموش نمی‌کند از این قرار است. بخش اول، واکاوی مجدد تروما. فصل اول، درس‌هایی از کهنه سربازان جنگ ویتنام. فصل دوم، تحول در فهم ذهن و مغز. فصل سوم، نگاهی به مغز. بخش دوم، مغز شما در زمان تروما اینگونه است. فصل چهارم، فرار برای نجات جان. فصل پنجم، پیوندهای بدن و مغز. فصل ششم، از دست دادن بدن، از دست دادن خود. بخش سوم، ذهن کودکان. فصل هفتم، همفکر شدن. فصل هشتم، به دام افتاده در روابط. فصل نهم، نقش عشق چیست؟ فصل دهم، ترومای رشدی. بخش چهارم، آثار به جای مانده از تروما. فصل 11، پرده برداشتن از اسرار. فصل 12، سنگینی تحمل ناپذیر به یادآوری. بخش 5، مسیرهای رسیدن به بهبود. فصل 13، رهایی از تروما. فصل 14، زبان. فصل 15، دست کشیدن از گذشته. فصل 16، توانایی مأواگزینی در بدن. فصل 17، کنار هم گذاشتن تکه ها. فصل 18، پر کردن حفره ها. فصل 19، سیمکشی مجدد مغز. فصل 20، یافتن صدای خود. و سخن آخر، انتخاب‌های پیش رو. خواندن کتاب بدن فراموش نمی‌کند را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنید؟ اگر تجربه تروما داشته اید، این کتاب را حتما بخوانید. اما بخش‌هایی از این کتاب. زمانی که به این مسئله هوشیار شدم، در کمال شگفتی دیدم بسیاری از بیمارانم هم می‌گفتند قادر به احساس همه قسمت‌های بدنشان نیستند. گاهی از آنها می‌خواستم چشمانشان را ببندند و بگویند چه چیزی در دستانشان گذاشتم. فرقی نمی‌کرد آن چیز کلید باشد یا سکه یا در بازکن. اغلب اوقات حتی از حدسی ساده هم عاجز بودند. ادراکات حسیشان عملاً از کار افتاده بود. در این باره با دوستم الکساندر مکفارلین در استرالیا که پدیده‌های مشابهی را دیده بود صحبت کردم. او در آزمایشگاهش در آدلاید درباره این پرسش مطالعه کرده بود. چگونه بدون نگاه کردن می‌فهمیم کلیدی در دست داریم؟ شناسایی شیئی در کف دست مستلزم آن است که شکل، وزن، دما، جنس و موقعیتش را حس کنیم. هر یک از این تجربیات ادراکی مجزا به بخش متفاوتی از مغز فرستاده می شود. سپس مغز باید این ادراکات جداگانه را در قالب یک مفهوم ادغام کند. مکفارلین به این نتیجه رسید که افراد مبتلا به PTSD اغلب در سرهم کردن تصویر نهایی دچار مشکل می شوند. وقتی حواسمان خفیف شوند
دیگر قادر نیستیم حس سرزندگی کاملی داشته باشیم. ویلیام جیمز، پدر روانشناسی امریکا، در مقاله‌ای با عنوان هیجان چیست در سال 1884 نمونه خیره کننده‌ای از بی‌حسی ادراکی را در زنی که با او گفتگو کرده بود گزارش داد. زن به جیمز گفت: هیچ درک انسانی ندارم. اطرافم را همه آن چیزهایی فرا گرفته که می‌توانند زندگی را شاد و خوشایند کنند. با این حال توانایی لذت و احساس را ندارم. هر کدام از حواسم، هر کدام از بخش‌های خود حقیقیم به گونه‌ای هستند که گویی از من جدایند و دیگر قادر نیستند احساسی در من به وجود بیاورند. به نظر می‌رسد این امکان ناپذیری به حفره‌ای وابسته است که جلوی سرم حس می‌کنم و دلیلش نبودن حس در سرتاسر سطح بدنم است. چون انگار هیچ وقت واقعاً به اشیایی که لمس می‌کنم نمی‌رسم. همه اینها در جای خود مسئله کوچکی است. به استثنای نتیجه تکان دهنده‌اش که همانا امکان ناپذیری هر گونه احساس و هر نوع لذت است. به رغم اینکه نیاز و تمایل به آنها را در خود می‌بینم و همین امر زندگیم را به شکنجه درک نشدنی تبدیل کرده است. این نوع واکنش به تروما پرسش مهمی را مطرح می‌کند. مبتلایان به تروما چطور می‌توانند ادغام تجربیات ادراکی را یاد بگیرند تا در نتیجه آن قادر باشند با جریان طبیعی احساسات زندگی کنند و در بدنهایشان حس امنیت و کمال داشته باشند. فصل اول، درس‌هایی از کهنه سربازان جنگ ویتنام. در یک روز سرد و ابری در زمستان سال 1975 وقتی 12 ساله بودم شخصیت امروزم شکل گرفت. مدت‌ها از آن روز می‌گذرد اما آنچه درباره گذشته می‌گویند حقیقت ندارد. حالا که به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم که همه این 26 سال یواشکی به آن کوچه خلوت نگاه کردم. نوشته خالد حسینی، بادبادک‌باز. به نظر می‌رسد زندگی عده‌ای از مردم در قالب روایت جریان دارد. زندگی خودم توقف‌ها و آغازهای بسیاری داشت. تروما نیز به همین شکل است. خط داستانی را قطع می‌کند. به یکباره اتفاق می‌افتد و سپس زندگی به روال خود ادامه می‌دهد. کسی برای آن آماده تان نمی‌کند. جسیکا استرن، انکار، شرح حالی از وحشت. سه‌شنبه پس از تعطیلات آخر هفته، جشن استقلال امریکا در سال 1978، اولین روز کاریم به عنوان روانپزشک در درمانگاه اداره امور کهنه سربازان بوستون بود. همینطور که داشتم نسخه‌ای بدلی از تابلوی کوری عصاکش کوردگر کشیده بروگلر را روی دیوار اتاق جدیدم نصب می‌کردم، همهمه‌ای در بخش پذیرش در انتهای سالن به گوشم رسید. لحظه‌ای بعد مرد گنده و ژولیده‌ای با کت و شلوار ستیکه رنگ و رو رفته‌ای که نسخه‌ای از مجله سولجر آف فورچون را زیر بغلش نگه داشته بود به زور از در وارد شد. به قدری آشفته و مشخصاً خمار بود که با خودم گفتم احیاناً برای این نرغول چه کمکی از دستم برمی‌آید. از او خواستم بنشیند و بگوید چه کاری می‌توانم برایش انجام دهم. اسمش تام بود. 10 سال قبل عضو تفنگداران دریایی امریکا بوده و در ویتنام خدمت می‌کرده. به جای آنکه تعطیلات آخر هفته را در کنار خانواده‌اش بگذراند، در دفتر وکالتش در مرکز شهر بوستون محبوس شده بود و به میخوارگی و تماشای عکس‌های قدیمی پرداخته بود. با توجه به تجربه سالهای گذشته‌اش می‌دانست که سر و صدا، آتشبازی، هیجان و پیکنیک در حیاط خلوت خانه خواهرش در پس زمینه شاخ و برگ‌های متراکم اول تابستان که همگی خاطرات ویتنام را زنده می‌کرد برایش آزاردهنده خواهد بود. وقتی غمگین بود می‌ترسید کنار خانواده‌اش باشد، چون با همسر و 2 پسر کوچکش مثل هیولا رفتار می‌کرد. سر و صدای بچه‌هایش به قدری آشفته‌اش می‌کرد که
با عصبانیت از خانه خارج میشد تا مبادا آسیبی به آنها برساند. فقط میخارگی تا سرحد فراموشی و رانندگی با موتور هارلی دیوید، آن هم با سرعتی فوق‌العاده زیاد، به آرام شدنش کمک میکرد. شبها هم تسکینی در پی نداشت. کابوس‌هایی درباره کمین دشمن در یکی از شالیزارهای ویتنام که در آن همه اعضای دسته کشته یا زخمی شدند مرتباً او را از خواب میپراند. علاوه بر این فلشبک های وحشتناکی سراغش می آمدند که در آن کودکان مرده ویتنامی را می دید. این کابوس ها به قدری ترسناک بود که تام از خوابیدن بیم داشت و غالباً بخش زیادی از شبها را به میخارگی می گذراند. صبحها همسرش می دید که تام بیهوش روی کاناپه پذیرایی خوابیده است. او و پسرها مجبور بودند اطراف تام روی پنجه راه بروند و در همین اثنا او صبحانه بچه‌ها را پیش از رساندنشان به مدرسه آماده می‌کرد. تام همینطور که داشت پیشینه‌اش را با من در میان می‌گذاشت، گفت که در سال 1965 به عنوان شاگرد اول کلاس از دبیرستان فارغ التحصیل شده است. مطابق با سنت خانوادگی خدمت نظامی بلافاصله پس از فارغ التحصیلی در سپاه تفنگداران دریایی نام‌نویسی کرد. پدرش در جنگ جهانی دوم در ارتش ژنرال پتن خدمت کرده بود. تام هم هرگز در انتظارات پدرش تردید نکرد. تام که آدمی ورزشکار، باهوش و رهبری برجسته شده بود، پس از اتمام دوره آموزشی مقدماتی قدرت و اثرگذاری را در خود احساس کرد. عضو گروهی بود که تقریباً آماده هر کاری بودند. در ویتنام سریعاً رهبری یک دسته را بر عهده گرفت و 8 تفنگدار دیگر زیر دستش بودند. جان سالم به در بردن از تقلا در لجنزارها در میان آتش مسلسل موجب می شود تا افراد حس خوبی درباره خود و همرزمانشان داشته باشند. تام پس از اتمام دوره مأموریتش با شرافت از خدمت ترخیص شد و همه خواسته‌اش این بود که ویتنام را به دست فراموشی بسپارد. به ظاهر او دقیقاً همین کار را کرد. به یکی از دانشگاه‌های تحت پوشش لایحه سربازی رفت. از دانشکده فارغ التحصیل شد. با عشق دوران دبیرستانش ازدواج کرد و صاحب 2 پسر شد. با وجود اینکه نامه‌های همسرش در آن جنون جنگل سراپا نگهش داشته بود، به سختی می‌توانست محبت خاصی به او در دلش احساس کند و همین مسئله ناراحتش می‌کرد. تام وانمود می‌کرد روزگاری معمولی را می‌گذراند، به این امید که با این ظاهرسازی بار دیگر خود قبلی‌اش شود. در آن مقطع شغل وکالت پر رونق و خانواده‌ای همه چیز تمام داشت، اما احساس می‌کرد زندگیش طبیعی نیست. از درون احساس مردگی می‌کرد. به رغم اینکه تام اولین کهنه سربازی بود که در طول دوران حرفه‌ای‌ام با آن مواجه شده بودم، بسیاری از جنبه‌های داستان زندگیش برایم آشنا بود. خودم در هلند پس از جنگ بزرگ شدم و در ساختمان‌های بمباران شده بازی می‌کردم. پدرم به قدری بی‌پرده مخالفتش را با نازی‌ها ابراز کرده بود که او را به زندان سیاسی فرستاده بودند. پدرم هیچ وقت درباره تجارب جنگیش حرف نزد، اما مستعد غلیان خشم غیرمنتظره‌ای بود که حیرت مرا که پسر کوچکی بودم برمی‌انگیخت. چگونه مردی که هر روز صبح و در حالی که بقیه اعضای خانواده خواب بودند برای خواندن دعا و قرائت انجیل بی سر و صدا از پله‌ها پایین می‌رفت، می‌توانست چنین خلق و خوی ترسناکی داشته باشد؟ چگونه ممکن بود فردی که زندگیش وقف به پیگیری عدالت اجتماعی است اینقدر غرق در خشم باشد؟ چنین رفتار اسرارآمیزی را در عمویم هم دیدم. ژاپنی‌ها او را در هند شرقی، اندونزی کنونی اسیر کردند و برای کار اجباری به برمه انتقالش دادند. او روی پل معروف رودخانه کوهای به کار گرفته شد. او نیز به ندرت درباره جنگ حرف می‌زد و اغلب دچار خشم‌های ناگهانی و افسار گسیخته‌ای می‌شد. همانطور که داشتم به تام گوش می‌دادم با خودم می‌گفتم آیا عمو و پدرم هم کابوس و فلشبک داشتند یا نه؟
آیا آنها هم حس می‌کردند از عزیزانشان جدا افتادند و نمی‌توانند لذتی واقعی در زندگیشان پیدا کنند؟ احتمالاً جایی در پس زمینه ذهنم خاطرات مادر وحشت زده و غالباً وحشت آورم هم وجود داشته است. گاهی ترومای کودکی سراغش می‌آمد و حالا اطمینان دارم بیشتر مواقع برایش بازآفرینی می‌شد. عادت آزاردهنده‌ای داشت که هر وقت درباره زندگی دوران کودکیش از او می‌پرسیدم از حال می‌رفت و ملامتم می‌کرد که چرا اینقدر ناراحتش کردم. تام که از علاقه آشکار من خاطر جمع شده بود نشست و برایم تعریف کرد که چقدر وحشت زده و سردرگم است. نگران آن بود که دارد شبیه پدرش می شود. پدرش همیشه عصبانی بود و به ندرت با فرزندانش حرف می زد. البته به استثنای وقتی که آنها را به شکل ناخوشایندی با همرزمانش مقایسه می کرد که در حوالی کریسمس سال 1944 در جریان نبرد بالج جانشان را از دست داده بودند. همچنان که جلسه درمانی به پایان خودش نزدیک می شد، همان کاری را کردم که پزشکان معمولاً انجام می دهند. روی بخشی از داستان تام متمرکز شدم که فکر می کردم متوجهش شدم. کابوس‌هایش. در دوران دانشجویی در آزمایشگاه خواب کار کرده بودم و ضمن مشاهده چرخه خواب و رویای افراد در نگارش چندین مقاله درباره کابوس‌های شبانه کمک کرده بودم. علاوه بر این، در پژوهش‌های اولیه‌ای نیز درباره تأثیرات مثبت داروهای روانگردان شرکت داشتم که در دهه 1970 به تازگی داشتند استفاده می‌شدند. بنابراین به رغم اینکه درک درستی از حجم مشکلات تام نداشتم، می‌توانستم کابوس‌هایش را بفهمم و از آنجا که ایمان شدیدی به زندگی بهتر از طریق شیمی داشتم، دارویی برایش تجویز کردم که اثرگذاری آن در کاهش تعداد و شدت کابوس‌ها برایمان ثابت شده بود. وقت ویزیت مجددی را برای 2 هفته بعد به تام دادم. وقتی دوباره به مطبم آمد، مشتاقانه میزان اثر بخش داروها را از او جویا شدم. گفت که هیچ یک از قرص‌ها را نخورده است. در حالی که سعی می‌کردم عصبانیتم را پنهان کنم، دلیلش را از او پرسیدم. جواب داد دیدم اگر قرص‌ها را بخورم و کابوس‌هایم تمام شود، یعنی دوستانم را ترک کردم و مرگشان بیهوده بوده است. من باید یادگار زنده‌ای از دوستانم باشم که در ویتنام مردند. به‌زده شدم. وفاداری تام به مردگان او را از پرداختن به زندگی خود باز داشته بود. درست به همان شکلی که تعهد پدرش به دوستانش زندگی را از او گرفته بود. تجارب این پدر و پسر در میدان نبرد ادامه زندگی آنها را بی‌معنا کرده بود. این اتفاق چگونه رخ داده بود و چه کاری از دست ما برمی آمد؟ آن روز صبح به این موضوع پی بردم که احتمالاً بقیه عمر حرفه‌ایم را به گره‌گشایی از رموز تروما خواهم پرداخت. تجارب وحشتناک چگونه باعث می شود تا افراد شدیداً درگیر گذشته شوند؟ در ذهن و مغز افراد چه اتفاقی می افتد که آنها را بی حرکت می کند و در جایی به دام می اندازد که به شدت خواهان رهایی از آن هستند؟ چرا در فوریه سال 1969 وقتی پس از پروازی طولانی از دانانگ ویتنام والدین تام او را در فرودگاه بین‌المللی لوگان بوستون در آغوش گرفتند، جنگ برایش تمام نشد؟ نیاز تام به این مسئله که ادامه زندگیش یادمانی از همرزمانش است به من آموخت که او از موقعیتی به مراتب پیچیده‌تر رنج می‌برد و موضوع صرفاً به خاطرات بد یا شیمی آسیب دیده مغز یا مدارهای تغییر یافته مغزی مرتبط با ترس محدود نمی‌شود. قبل از آن کمین خوردن در شالیزار، تام دوستی وفادار و با گذشت بوده. کسی که از زندگی لذت می‌برد و علایق و خوشی‌های بسیاری داشته است. در یک لحظه دلهره‌آور تروما همه چیز را دگرگون کرده بود. در بازی که در اداره امور کهنه سربازان بودم با مردان زیادی مواجه شدم که واکنش‌های مشابهی داشتند. آنها حتی بر سر مسائل جزئی هم اغلب دچار خشم شدیدی می‌شدند. جای مشت‌هایشان روی دیوار پوش‌های محوطه عمومی درمانگاه دیده می‌شد و ماموران حراست دائما درگیر مراقبت از نمایندگان بیمه و مسئولان پذیرش از دست این کهنه سربازها خشمگین بودند.
البته رفتار آنها ما را هم می‌ترساند، اما من در عین ترس شیفته این کار نیز شده بودم. در خانه من و همسرم همین مشکلات را با بچه‌هایمان داشتیم. وقتی از آنها می‌خواستیم اسفناجشان را بخورند یا جوراب گرم بپوشند، همیشه قشقرق را می‌انداختند. پس چه دلیلی داشت که به رفتارهای ناشی از بلوغ نایافتگی کودکانم کاملا بی‌توجه بودم؟ اما اتفاقی که کهنه سربازها درگیرش بودند عمیقا نگرانم کرده بود. البته به جز اندازه‌هایشان که این امکان را به آنها میداد تا در مقایسه با 60 سانتی‌های خانه من آسیب‌های به مراتب بیشتری به بار بیاورند. دلیلش آن بود که کاملا مطمئن بودم با مراقبت درست بچه‌هایم رفته رفته یاد می‌گیرند چطور با درماندگی‌ها و سرخوردگی‌هایشان کنار بیایند. اما شک داشتم که آیا می‌توانم به کهنه سربازها کمک کنم تا مهارت‌های خودکنترلی و خودنظارتی را که در جنگ از دست داده بودند بار دیگر کسب کنند. متاسفانه چیزی در آموزش‌های روانپزشکیم مرا برای مواجهه با مشکلاتی که تام و همتایان کهنه سربازش با آن روبرو بودند آماده نکرده بود. به کتابخانه پزشکی رفتم تا کتاب‌هایی درباره رنجوری جنگ، موج گرفتگی، خستگی نبرد یا هر اصطلاحی یا عارضه دیگری بیابم که تصور می‌کردم ممکن است وضعیت بیمارانم را برایم روشن‌تر کند. در کمال تعجب متوجه شدم که کتابخانه اداره یک کتاب هم درباره چنین حالاتی نداشت. با وجود گذشت 5 سال از خروج آخرین سرباز امریکایی از ویتنام، مسئله ترومای جنگی هنوز در دستور کار کسی نبود. بالاخره در کتابخانه کونتفی دانشکده پزشکی هاروارد کتاب روانرنجوری‌های ترومایی در جنگ را پیدا کردم که در سال 1941 روانپزشکی به نام آبرام کاردینر آن را نوشته بود. این کتاب شرح مشاهدات کاردینر از کهنه سربازان جنگ جهانی اول بود و پیش از هجوم سربازان موج گرفته‌ای منتشر شده بود که پیش بینی می‌شد جزء تلفات جنگ جهانی دوم باشند. کاردینر نیز همان پدیده‌هایی را گزارش کرد که من با آنها روبرو بودم. پس از جنگ بیمارانش گرفتار حس بیهودگی بودند. آنها با وجود اینکه پیش از این عملکرد خوبی داشتند، گوشه‌گیر و منزوی شدند. آنچه کاردینر از آن به روانرنجوری‌های ترومایی یاد می‌کرد، امروزه اختلال استرس پس از تروما یا PTSD نامیده می‌شود. کاردینر متوجه شد که این افراد به هوشیاری و حساسیت مزمنی در مقابل تهدید دچار می‌شوند. جمع‌بندی او مخصوصاً توجه مرا به خود جلب کرد. روانرنجوری جسمی هسته روانرنجوری. به عبارت دیگر، استرس پس از تروما آنطور که مردم تصور می‌کنند تماماً در سر انسان نیست، بلکه مینایی یا مبنایی جسمانی دارد. کاردینر حتی به این موضوع پی برد که ریشه علائم به واکنش کل بدن به ترومای اولیه برمیگردد. توصیفات کاردینر مشاهدات مرا تایید کرد که موضوع دلگرم کننده‌ای بود. اما دستورالعمل چندانی درباره نحوه کمک به کهنه سربازها ارائه نداده بود. نبود منابع در این زمینه مشکل ساز بود. اما استاد بزرگم الوین سمراد به ما آموخته بود که به کتاب‌های درسی سوءظن داشته باشیم. میگفت فقط یک کتاب درسی واقعی داریم، بیمارهایمان. فقط باید به چیزهایی اعتماد کنیم که میتوانیم از آنها و همینطور از تجربه شخصی خود یاد بگیریم. بسیار ساده به نظر میرسد. اما با وجود اینکه سمراد ما را به سمت اتکا به خودشناسی سوق میداد، این نکته را هم یادآور میشد که چون این فرایندی به واقع دشوار است. زیرا بشر متخصص خوشخیالی و پنهانسازی حقیقت است. به خاطر دارم که میگفت بزرگترین منبع رنج‌های ما دروغ‌هایی است که به خودمان میگوییم. در مدت فعالیت در اداره امور کهنه سربازان خیلی زود پی بردم که مواجهه با واقعیت تا چه اندازه زجرآور است. این مسئله هم درباره بیمارانم و هم درباره خودم صدق می‌کرد. ما واقعا دوست نداریم بدانیم که سربازان در جنگ متحمل چه رنج‌هایی می‌شوند. واقعا نمی‌خواهیم بدانیم در جامعه ما چند کودک مورد آزار و سوء استفاده قرار می‌گیرند یا اینکه چند زوج اینطور که معلوم است حدود 1/3 آنها در مقطعی از رابطه خود درگیر خشونت می‌شوند. دوست داریم خانواده‌ها را پناهگاه‌های امن
در جهانی بیرحم بدانیم و فرض کنیم کشورمان از آدم‌هایی فریخته و متمدن تشکیل شده است. ترجیح می‌دهیم باور کنیم ظلم فقط در جاهای دورافتاده‌ای مثل دارفور، سودان یا کنگو اتفاق می‌افتد. صحبت کردن از رنج حتی برای شاهدان بیرونی هم به اندازه کافی دشوار است. بنابراین عجیب نیست که افراد مبتلا به تروما خودشان طاقت یادآوری آن را ندارند و برای فراموشی آگاهی‌های تحمل ناپذیر خود اغلب به مواد مخدر، الکل یا خودزنی روی می‌آورند. در مسیرم برای پی بردن به نقش رویدادهای توان‌فرسا در فروپاشی زندگی افراد و یافتن راهی برای احیای مجدد حس زندگی در آنها، تام و دیگر کهنه سربازان اولین معلمان من بودند. تروما و از دست دادن خود. اولین مطالعه‌ام در اداره امور کهنه سربازان با این پرسش سازمان یافته آغاز شد که در ویتنام چه بر سرشان آمده بود. قصد داشتم بدانم چه چیزی کاسه صبرشان را لبریز کرده و چرا عده‌ای در اثر چنین تجربه‌ای از پای درآمدند، حالانکه بقیه توانستند به زندگی‌هایشان ادامه دهند. بیشتر مردانی که با آنها مصاحبه کردم در حالی به جنگ اعزام شده بودند که خود را کاملا آماده می‌دانستند. سختی‌های آموزش‌های مقدماتی و خطر مشترک آنها را به هم نزدیک کرده بود. عکس خانواده‌هاشان را به هم نشان می‌دادند، با معایب یکدیگر کنار می‌آمدند. علاوه بر این آمادگیش را داشتند تا جان خود را به خاطر دوستانشان به خطر بیندازند. بیشترشان رازهای پنهانی خود را با دوستی صمیمی در میان می‌گذاشتند و عده‌ای تا آنجا پیش می‌رفتند که لباس‌ها و جوراب‌های هم را می‌پوشیدند. بیشتر آنها رفاقت‌های شبیه دوستی تام یا الکس داشتند. تام در اولین روز حضورش در ویتنام با الکس، یک ایتالیایی اهل مولدن ماساچوست، آشنا شد و آنها فوراً دوستان صمیمی هم شدند. سوار یک جیب می شدند، به یک موسیقی گوش می کردند و نامه‌های یکدیگر را که خانواده‌هایشان فرستاده بودند می خواندند. با هم مست می کردند و در کافه ها دنبال دختران ویتنامی مشابهی می رفتند. پس از گذشت حدود 3 ماه از حضورشان در آنجا، یک روز درست قبل از غروب آفتاب، رهبری جوخه برای گشت پیاده در شالیزاری به تام سپرده شد. یک بار بارانی از گلوله از دیوارهای سبز جنگل اطراف به سمتشان شلیک شد و افراد جوخه را یک به یک هدف قرار داد. تام برایم تعریف کرد که وقتی تمامی اعضای گروه در عرض چند ثانیه کشته یا زخمی شدند، چطور با وحشتی از سر درماندگی نظاره‌گر ماجرا بوده است. یک تصویر هرگز از ذهنش خارج نمی‌شد. پس سر الکس که به روی شکم روی شالیزار افتاده بود و پاهایش بالا بود. همچنان که این صحنه‌ها را به یاد می‌آورد اشک می‌ریخت. تنها دوست واقعی بود که تا به حال داشتم. پس از این حادثه تام هر شب صدای زجه‌های افرادش را می‌شنید و افتادن بدن‌هایشان در آب را می‌دید. هر گونه صدا، بو یا تصویری که آن کمین را به یادش می‌آورد، مثلا آتش زدن فشفشه در شب 4 جولای، به اندازه همان روزی که با بالگرد شالیزار را ترک کرد، میخکوب وحشت زده و عصبانیش می‌کرد. شاید حتی بدتر از فلشبک‌های مکرر آن کمین برای تام، خاطره اتفاقات پس از این ماجرا بود. به راحتی می‌توانستم تصور کنم چگونه خشم تام در مرگ دوستش بعداً به فاجعه‌ای ختم شده بود. قبل از اینکه ماجرا را برایم تعریف کند، چندین ماه با شرم فلج کننده دست و پنجه نرم کرده بود. از زمانهای کهن تا کنون کهنه سربازها مثل آشیل در ایلیاد هومر با انتقام جویی‌های وصف‌ناپذیری به مرگ یاران خود واکنش نشان دادند. یک روز پس از این حادثه، تام با حالتی جنون‌آمیز به یکی از روستاهای اطراف رفت، بچه‌ها را کشت، کشاورز بیگناهی را هدف گلوله قرار داد و به یک زن ویتنامی تجاوز کرد. پس از آن بازگشت به خانه برایش معنا نداشت و به واقع کار غیر ممکنی بود. چطور می توانید با همسرتان روبرو شوید و به او بگویید به زنی درست مثل او وحشیانه تجاوز کردید؟ یا اینکه اولین قدم‌های پسرتان را ببینید وقتی این کار شما را به یاد کودکی می‌اندازد که او را کشته‌اید؟ تام به گونه‌ای مرگ الکس را احساس کرد که گویا بخشی از وجود خودش برای همیشه نابود شده بود. بخشی که خوب، شرافتمند و قابل اعتماد بود.
تروما چه حاصل کاری باشد که روی شما انجام شده یا نتیجه چیزی باشد که خودتان انجام داده اید. برقراری روابط عاشقانه را تقریباً برای همیشه دشوار می‌کند. وقتی دست به چنین کار شنیعی زده اید، دیگر چگونه می‌توانید به خود یا کس دیگری اعتماد کنید؟ یا به عکس پس از تعرض وحشیانه به شما چطور می‌توانید خود را تسلیم چنین رابطه‌ای کنید؟ و این کتاب زیبا هنوز خیلی ادامه داره و باز به من اجازه نمیده زمانش که بیشتر از این رو برای شما بخونم. اگر از این کتاب خوشتون اومده و اگر درگیر تروماهای گوناگونی هستین در زندگی، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.